عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیزم، رفقای گلم. حال احوالتون چطوره؟ بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خب امروز در خدمتتون هستم با یه آموزش مفید و کاربردی در حوزه خرید و فروش طلای آب شده و مخصوص اپلیکیشن ملی گلد. خب دوستان، ما با طی چند مرحله میتونیم که حداقل تا 50 سود طلای رایگان از این اپلیکیشن دریافت کنیم و مراحل سختی هم نداره. کافیه که با من همراه باشید تا یاد بگیریم و استفاده کنیم از این ویژگی این اپلیکیشن. خب در قدم اول اپلیکیشن ملی گلد یه گردونه طلایی داره که خالی از لطف نیست. از 5 سوت تا 5 گرم طلای هدیه به ما میده. در قدم اول سراغ گردونه ملی گلد میریم در مرورگرمون و لینک گردونه رو هم تو توضیحات ویدیو در قسمت پایین براتون گذاشتم. حتما از لینکی که براتون میذارم برید و اول گردونه رو امتحان کنید، شانستون امتحان کنید. وقتی میاد تو گردونه اول از شما شماره موبایل میخواد و بعدش یه کدی رو سیم کارتتون میفرسته که اونو وارد میکنید و این فضا براتون ایجاد میشه. من قبلا شماره‌مو وارد کردم. روی این گزینه که بزنیم بله به من 5 سود طلا داد. حالا ممکنه برای شما پوچ در بیاد و ممکنه 10 سود یا بیشتر در بیاد. این کد رو کپی میکنیم و حالا نوبت خود اپلیکیشنه. خب در مرحله دوم باید اپلیکیشن رو نصب کنیم و واردش بشیم. حالا باید ثبت نام کنیم یا اگر از قبل حسابی داریم وارد اون حساب بشیم. دوستان اینجا از شما شماره موبایلتون رو میخواد و این قسمت پایین یک کد دعوت میخواد. خب یعنی اختیاریه. شما بعد از زدن شماره موبایلتون اگه کد دعوتی رو اینجا بزنید، بعد از اولین تراکنش طلاییتون، یعنی بعد از اولین خرید طلاتون، 12 گرم طلا به شما هدیه میده. این ویژگی خود اپلیکیشنه. اگه از طرف کسی دیگه دعوت شده باشید، من کد دعوتی رو در قسمت توضیحات براتون میذارم. این کد دعوت رو وارد کنید و 12 سوتش رو بگیرید. خب دوستان، بعد از وارد کردن شماره موبایل و کدی که اپلیکیشن براتون میفرسته و وارد میکنید، وارد همچین صفحه‌ای میشید. در قسمت بالای صفحه اول از شما میخواد که احراز هویت کنید. احراز هویت هم سطح خیلی بالایی نداره. نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد میخواد. اینا رو که وارد کردید اپلیکیشن براتون فعال میشه و میتونید خرید و فروش کنید. خب دوستان، من احراز هویتم انجام دادم و بعدش هم اولین خرید و فروشم انجام دادم که به من 12 سود داد. دقت کنید که بعد از احراز هویتتون اگه اول کار از طرف کسی دعوت شده بودید و کد دعوت رو وارد کرده بودید، بهتون 4 سود طلا میده و بعد از اولین خرید و فروش بهتون 8 سود دیگه هم میده. اما ما بین این دو شما میتونید از قسمت کد هدیه ها استفاده کنید و بازم طلای رایگان ازش بگیرید. روی این قسمت سرویس ها کلیک میکنید. در ادامه با کلیک روی گزینه کد هدیه وارد یه همچین صفحه‌ای میشیم و میتونیم با وارد کردن کد هدیه بازم طلای رایگان دریافت کنیم. حالا کد هدیه از کجا بیاریم؟ ما میتونیم به چند طریق کد هدیه داشته باشیم. اولی به واسطه اپلیکیشن اسنپه. ما وارد اپلیکیشن اسنپ میشیم. در بخش اسنپ کلاپش ما میتونیم با داشتن حداقل 1000 امتیاز کد هدیه 10 سود
طلا رو از اپلیکیشن ملی گلد دریافت کنیم. حالا من چون قبلا دریافت کردم این کدو، میگه که تعداد دفعات دریافت کد به اتمام رسیده، اما شما میتونید که از این کد استفاده کنید. پس این 10 سوت طلا کد هدیهش. کد هدیه بعدی که میتونیم بگیریم از اپلیکیشن تاپه. وارد اپلیکیشن میشیم. اپلیکیشن تاپ کد هدیه 15 سوت طلای هدیه به ما میده. ما باید حداقل 500 لوتوس یا 500 امتیاز باشگاه مشتریان اپلیکیشن تاپ رو داشته باشیم و این 500 لوتوس میتونه با تراکنش های ما تو این اپلیکیشن باشه یا با دریافت لوتوس های روزانه، که ما به این صورتی که 10 روز پشت سر هم وارد این اپلیکیشن میشیم و لوتوس های روزانه رو دریافت میکنیم و بعد از روز 10 دیگه حداقل 500 لوتوس رو داریم و میتونیم از قسمت هدایاش این کد تخفیف اپلیکیشن ملی گلد رو دریافت کنیم. میبینید که اینجا کد تخفیف های متنوعی داره و کد تخفیف اپلیکیشن ملی گلد که 15 سوته اینجاست. میبینید نیاز به 500 لوتوس داره. شما میتونید از این طریقم 15 سوت طلا دریافت کنید. روش بعدی برای دریافت کد هدیه از اپلیکیشن آچاره هست. وارد آچاره میشیم. حالا در قسمت آچاره کلاب و در بخش سایر گزینه ها اینجا هم کد تخفیف های متنوعی داره، اما کد تخفیفی که برای ما اهمیت داره کد تخفیف 10 سوت طلا از اپلیکیشن ملی گلده. اینجا هم ما میتونیم با داشتن حداقل 40 آچاره یک کد تخفیف 10 سوت برای اپلیکیشن ملی گلد رو دریافت کنیم. دوستان دقت کنید، باید وارد کردن کد هدیه قبل از اولین تراکنش طلایی باشه در اپلیکیشن. یعنی شما اولین خرید و فروشتون رو در اپلیکیشن انجام دادید، دیگه این کد تخفیف ها اعتباری نداره. اینا برای اولین استفاده و اولین خرید از اپلیکیشنه. رفقای گلم، به پایان این آموزش رسیدیم. امیدوارم که مفید واقع بشه. لینک ورود به اپلیکیشن و لینک گردونه اپلیکیشن ملی گلد و کد دعوتی که هنگام وارد کردن شماره موبایلتون باید وارد کنید تا 12 سوت هدیه رو بهتون بده رو در قسمت توضیحات براتون میذارم و امیدوارم که موفق باشید.